رفیق میگه زمانهای قدیم یه گاریچی بوده نفت میفروخته، بهش میگفتن عمو نفتی. یه روز میره داخل محله به یه پسری میگه که گاز کشی کردین خونتونا. میگه آره. از کجا فهمیدی؟ میگه از سلام کردنه. نه فقط تو، کل محله وقتی خونه هاشون گاز کشی کردن سلامشون تغییر کرد. دیگه اونجا فهمیدم من 30 سال سلام علیکم بوی نفت میداده نه بوی معرفت. حکایت امروز آدم هاست دیگه، حرف معرفت نیست، حرف منفعته. دیگه مردانه ساختیم زنانه فروختیم، رو رو زنانه ساز که مردانه میخرن.